مراتب راگبی رو یادتون باشه. همیشه در زندگیتون اگر راگبی هم نمیتونید بازی کنید حتما فیلم راگبی ببینید. حتما در جلو چشمتون رو والپیپر کامپیوترتون، روی جلو میزتون تو اتاقتون یک عکس بازیگر راگبی رو که توپ دستشو داره میدوه رو نصب کنید. مادامی که در زندگیتون، زندگی فرهنگی، زندگی علمی، زندگی هنری، زندگی سیاسی، زندگی اجتماعی، در هر حوزه‌ای توپ دستتون نیفتاده، کسی با شما کار نداره. اگر توپ دست شما افتاد، رفتید به سمت دروازه هدف، میزننتون، خودی و غیر خودی. این یک قاعده است، سنتی است در عصر انبیا، سنتی است در عصر ائمه. انقدر زدن که 12 رفت غیبت کبری. و سنتی است در مورد همه علما، همه مصلحان، همه کسانی که در عالم خواستن یک تغییری، تحولی ایجاد کنن، توپ افتاده دستشون، به سمت دروازه و هدف رفتن، تو مسیر همه زدنشون. لذا در راگبی هلمت و کاسکت میگذارن، هوگو رو سینه‌شون میبندن، یونالیت مخصوص رو شونه‌هاشون میذارن، چون کتفاشون رو میزنن خورد میکنن. یعنی با این سرعتی که اینا وقتی از کنار هم رد میشن میکوبن با این بغل بازوشون به هم دیگه، کتف طرفو، کلا سینه‌شو، کتفش همش میشکنه. لذا اینکه میبینید این یونالیت های مخصوص رو میگذارن، فایبر گلاس ها رو، برای اینکه این شوکایی که به هم وارد میکنن، چون به هم باید تکه بدن، هول بدن. لذا باید حرکت جدیدی رو صورت میدید، پهنه کتفاتون رو جوری آماده کنید که قراره بکوبن بهتون و مثل ماشینا که جلوبندی و سپراشون رو جوری گارد کشی میکنن که اگه کوبید به جایی صدمه نخوره. لذا راگبی رو در همه زندگیتون یادتون باشه.